اولین بار از اون هیچ کدوم از سازمان‌های سیاسی که اون موقع در واقع در اپوزیسیون بودن و علیه رژیم گفتگو می‌کردن، صحبت می‌کردن، بیانیه می‌دادن، اعتراض می‌کردن، هیچ کدوم از اینها این پیشنهاد تعویض پرچم رو نداشتن. و از بعد از اینی که ایشون در قم این در واقع صحبت رو انجام میدن و اشاره میکنن که پرچم شاهنشاهی نباید باشه، پرچم اسلام باشه، شروع کردن شیر و خورشید رو از وسط پرچم‌های ایران برداشتن و مدت‌ها بود که من یادم آرم مشخصی رو نیاورده بودن. البته به گمان من ما بارها مسئله دور زدن قانون اساسی رو چه در زمان آیت الله خمینی و چه در الان دیدیم. یعنی به نظر من میرسه که مسئله تعویض یک پرچم میبایستی که در مجلس مؤسسان مطرح میشد و در اون مجلس مؤسسان بود که میبایستی که نوع و فرم پرچم اگر قرار بود عوض بشه عوض میشد. ولی خب میبینیم که اون موقع ایشون به اعتبار اون نیرو و قدرت و به اعتبار اون هواداری که در بین اقشار مختلف مردم داشتن این فرمان رو میدن و اینها بلافاصله این شیر خورشید رو از پرچم ور میدارن. اینی که میگن پرچم شاهنشاهی درسته به نظر من، چون تا اون موقع اصلا تمام تاریخ ایران تاریخ پادشاهی بوده. ما تا پایان در واقع سلطنت پهلوی طبق اون رفراندومی که انجام میدند و اشاره میکنن که 90 و چند درصد بهش رأی دادن، تا اون موقع همش پادشاهی بوده. در مدت‌های زیادی هم هر پادشاهی که می اومده پرچم خودش رو می آورده. یعنی ما توی تاریخ اگر نگاه بکنیم می‌بینیم که پادشاه‌های مختلف پرچم‌های مختلفی رو داشتن، ولی تنها پرچمی که ما طبق یک قانون اساسی بهش دست پیدا کردیم و توی اون قانون اساسی اومده که پرچم ایران رنگش چیه و این رنگ‌ها ترتیب رنگ‌ها چیه و نقشی که در درون این پرچم چی هست، همین پرچم شیر و خورشید نشان سه رنگه که گفتن سبزش بالاست و سفیدش وسطه و قرمزش در پایینه. بنابراین این پرچم سه رنگ شیر خورشید نشان یک سابقه قانونی، اونم جزو قانون اساسی داره. بنابراین این دوستانی که در اپوزیسیون هستن و عموما هم مایل نیستن که هویت خودشون رو با پرچم فعلی جمهوری اسلامی که اون چند تا هلال رو در واقع در وسطش داره نشون بدن، اینها الان مواجه با این شدن که خب چجوری بتونن نشون بدن که این تظاهراتی رو که برگزار میکنن، این نمایشگاهی رو که برگزار میکنن، این راهپیمایی رو که برگزار میکنن، این متعلق به ایران هست. و دیده میشه که بعضی از اینها پرچمی رو برمیدارند که هیچی در وسطش نیست، یعنی یه پرچم سفیده. اون وقت مواجه با این مشکل میشن که خب چند تا مملکت هستن که پرچم‌هاشون دقیقاً مثل پرچم ایران همین سه رنگ رو داره و چه کار بکنن؟ بعضی اومدن این ترفند رو به کار گرفتن که به لاتین می نویسن توش ایران IRAN، یعنی یه آرم من در آوردی غیر قانونی که یعنی هیچ پشتوانه قانونی هم توش نیست. این پرچم رو به عنوان پرچم ایران مثلا با خودشون حمل میکنه. ولی واقعیت قضیه این هستش که پرچمی که در پرچم شیر و خورشید نشان پرچمی هستش که به نظر میرسه مستندات قانونی و تاریخی داره و هیچ ارتباطی هم به عرض کنم که به رضا شاه یا محمد رضا شاه نداشته
بلکه این پرچمی هستش که در انقلاب مشروطه اون عده‌ای که اون روز در اون مجلس مؤسسان نشستن این پرچم رو تدوین کردن و در اختیار ملت ایران قرار دادن. بنابراین من فکر میکنم که اگر نهادی عرض کنم که سازمان سیاسی، کسی که مدعی در واقع اپوزیسیون هست و در واقع اپوزیسیون بودن خودش رو میخواد از طریق پرچمی نمایش بده، این حق داره فقط از این پرچم استفاده کنه و هر پرچم دیگری من درآوردی است و در واقع دچار تشتت آرا هست و چیزی به در واقع قوت و قدرت اپوزیسیون اضافه نمیکنه. من در این زمینه دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم. ما قبلا در همین برنامه آقای دکتر انقطاع رو داشتیم و ایشون زمینه‌های تاریخی این پرچم رو به درستی اینجا تعریف کردن، تشریح کردن، کتابی هم در همین زمینه انتشار دادن که اونجا دیده میشه. ولی صرف نظر از این مسئله به نظر من میرسه که گیر دادن به مسئله پرچم و اینه که چون اون پرچم اون بالاست ما نمیتوانیم با پشتیبان مثلا نهاد مردمی باشیم، به نظر من میرسه که خیلی بهانه‌گیری های در واقع سطحی است. چون مسئله عمده، مسئله ما اون هدف و اون 5 اصل هست. اون پرچم همچنان که عرض کردم زمینه تاریخی داره و قانونی داره، ولی مهم بر این، یعنی محوری که اگر کسی مایل هستش که با نهاد مردمی چه به عنوان مستقیم کار بکنه چه از لحاظ سازمانی بیاد پشتیبانی بکنه، آن چیزی که در هدف و در اصول پنجگانش آمده که من بخش تمامیت ارزیش و یک پارچگی ملیش رو امروز توضیح دادم و گفتم که چرا بعضیا نمیان با چه دلیلی. دلیل پرچم رو من یه مقدار دلیل ناکافی میدونم. مهم این استش که ما بنگریم و ببینیم که یک نهاد با در واقع با چه اندیشه‌ای، با چه هدفی و با چه اصولی داره رشد میکنه. برای اینکه سخن رو من کوتاه‌تر بکنم و کوتاه‌تر چند دقیقه مجبور هستم یه نکته دیگر رو هم خدمتتون عرض کنم و اون این استش که در نهاد مردمی تا زمانی که هیئت مدیره یا هیئت امنا یا هر هیئتی که اسمش بعداً مشخص خواهد شد این هیئت انتخاب نشدن، تمام ما که در تلویزیون صحبت میکنیم، گفتگو میکنیم، من جا داره که اضافه بکنم که این نظرات شخصی خودمون رو بیان میکنیم و در واقع این نمیتونه نظر رسمی نهاد باشه. نظر رسمی نهاد چیزی نیست جز اون هدف و 5 اصل و اون بیانیه‌ای که در مورد شکل‌گیری نهاد مردمی اومده. آنچه که من اینجا بهش اشاره میکنم این نظر شخصی من هست، آنچه که همسرم میگه نظر شخصی وی هست. من ممکن استش که با نظراتشون موافق و مخالف باشم، همچنان که با نظر تمام مهمانانی که در نهاد مردمی میان و برنامه اجرا میکنن، مهمان برنامه میشن و از طریق این میکروفون دیدگاه‌های خودشون رو ارائه میکنن. خوبی نهاد مردمی همینه. امتیاز بزرگ نهاد مردمی این استش که به من خسرو چاوشی این فرصت رو میده که من از طریق این میکروفون، از طریق این پرده تلویزیون بتونم با میلیون ها بیننده و شنونده صحبت بکنم و نظر خودم رو ابراز بکنم. طبیعی است که ممکن استش که من در این نظریاتی که ابراز میکنم ممکن استش که به خطا رفته باشم، ممکن استش که به اشتباه سخنی را گفته باشم. بنابراین همینه که این فرصت رو ما پیدا میکنیم که این دیدگاه ها رو در این رسانه در واقع بین المللی عنوان میکنیم. این به نظر من یکی از اون زیبایی هایی است که این نهاد مردمی داره و تونسته این جایگاه رو به فرد کسانی که اومدن
و با اسم و رسم خودشون ثبت نام کردن این فرصت رو میده که اونجا بیان و عقاید و نظرات خودشون رو در زمینه‌های مختلف من جمله همین اصول پنجگانه و هدفی که اونجا مستطر اومده عنوان بکنن. بنابراین این رو من به عنوان یک وجه ممیزه نهاد مردمی با سایر سازمان‌ها و احزاب و تشکل‌ها می‌بینم که کمتر تونستن اعضای معمولی و عادی خودشون بتونن بیان گفتگو بکنن، عمدتاً در واقع دبیران یا سخنگویان یا رئیسان اینجور سطوح بوده که ما در رادیو تلویزیون ها شاهد گفتگوهاشون بودیم. ولی در نهاد مردمی همه تمام دوستانی که با شخصیت حقیقی ثبت نام کردن این فرصت رو همواره داشتن که بتونن از طریق این میکروفون و تلویزیون با همه بینندگان، با همه دیگر اعضای نهاد مردمی و سایر شنوندگان و بینندگان تلویزیون این تبادل افکار و اندیشه رو داشته باشن. به علاوه بد نیست یادآوری بکنم که نهاد مردمی برنامه هم در پالتاک داره و هم در بیلوکس داره. بیلوکس یک نرم افزاری هستش که بسیاری از ایرانی‌های که در اینترنت هستن باش آشنایی دارن و میتونن اونجا شناسه کاربری بگیرن و وارد بشن. 1 ساعت قبل از هر برنامه تلویزیونی این اتاقها باز میشه و چند ساعت بعد از برنامه تلویزیونی اونجا گفتگوهای انجام میشه با حضور بسیاری از این دوستان و یاران فرهیخته و اندیشمندی که در نهاد مردمی ثبت نام کردن، به اضافه تمامی مردم عادی که میان اونجا صحبت‌های دیگران رو نقد میکنن، گفتگو میکنن، بحث میکنن. بنابراین این زمینه هم در واقع از لحاظ تکنولوژیکی برای بقیه دوستان فراهم شده. تمام کسانی که شناسه کاربری ندارن میتونن تشریف ببرن و پالتاک یا بیلوکس و این رو به زودی راهنمای در واقع نحوه تشکیل دادن یک شناسه و کاربری رو اونجا توضیح خواهیم داد و به زودی در سامانه قرار خواهد گرفت و این هم یکی دیگر از امکاناتی است که برای اون گفتگو بین ما مردم عادی که ببینیم چگونه بایستی دست به دست هم بدیم و تا برسیم به یک سرزمین آزاد، سرزمینی که اندیشه مورد تهاجم قرار نگیره. من همینجا به شما بدرود میگم. بقیه دعوتتون میکنم به چند تا ویدئویی که مربوط است به همین ایام با همدیگر تماشا بکنیم. سپاسگزارم.